من امام و فیروزه معلمه کلان کافدرای معماری و دیزاین نامزد معماری رسوم. امروز ما میگذاریم فیگوروی تصویر فیگوروی گئومتری. امروز سر میکنیم اولا از تصویر کوب. برای آماده ساختن با ما در کار از فرمت A3 بعدا پستانوفکا کوب در اینجا نشان داده شده است. ما سر میکنیم برای ما در کار قلم های ملایم، قلم های سخت ای خط تازه کنک. درس اول ما تصویر کوب. برای سر کردن ما اول خط گریزون رو میبینیم. برای خط گریزون اما نقطه بینیشی که ما در تصویر میبینیم همین رو خط گریزون می‌نامند. تصویر سر می شود از نقطه‌ای که با ما نزدیک است، از کنج نزدیک. برای درازی و بلندی اون رو معین کردن ما می توانیم اندازه اون رو با واسطه دست چشم چین کنیم. در حالت چین کردن ما یک تا چشم خودمون رو می پوشیم، دست رو راست نگاه می داریم، بعدا اندازه رو چین می کنیم. بلندی اندازه کوب رو چین کرده و درازیش اگر ما کردیم این می شود یکونیم. در اینجا ما رزمیری با ما در کار بوده رو میگیریم، چون که نباید تصویر از اندازه کاغذ بیرون بروید. چطوری که ما چین کردیم بلندیش رو گرفتیم و درازی تقسیم کردیم. این شد یک و نقطه رو میگذاریم. وقتی که به تصویر نگاه کنیم طرف دست راست با ما کم طرف بسیارتر نمودار است، طرف دست چپ کم به واسطه و نقطه پرسپکتیوی می روند. خیلی گفتیم این طرف با ما بسیارتر نمودار، این طرفش در حالت سه نقطه اساسی رو یافتن، دیگر نقطه ها با این پارالل شدن میگذارن. اگر این ببینیم این پارالل با این خط، اینش با این. در روی معماری اصلا طلبات چنین است که ما باید خطهای ناعیان رو هم رسمش رو نشان دهیم. اینجا نقطه‌ای که ما نمیبینیم، خطهای با خطهای کم ترک ملایم‌تر تصویر میکنیم. برای تصویر کوب پیش از همه با ما معین کردن در کار است روشنی از کدام طرف میفته. روشنی ما از طرف دست چپ ما میتوانیم با واسطه استریت نشان دهیم. این طرف وقتی که روشنی میفته ما معین کرده میتوانیم کدام طرف سایه میشد، کدام طرف نیم سایه. سایه اساسی ما گردانیده شده است از طرف دست راست. خطهای پاراللی که ما امروز میگذارونیم بالای کاغذ، این نامش به زبان روسی کرده بیم شتریخ. چطوری که روشنی از طرف بالا آمده ایستاده است، شتریخ ما نیست، با همون رویه طرف بالا میریم. و ایستا از طرف سویت این طرف ما به روشنی، این طرف تاریکی. ما میتوانیم روشنی رو از تاریکی برای جدا کردن با واسطه اشتریک معین کنیم.
аслан штрихро ба воситаи 45 градус мо метавонем баръакс занем. баъдан мо ҳамон хати кубро истифода бурда низ метавонем, яъне ки вертикали. хатҳои нолозимро пок карда мегирем. рефлекс дар ҳолате пайдо мешавад ки агар пушти предмети мо кушода бошад. рефлекс маънояш ки равшании баланд. равшании баланд вақте ки равшании баландро мо мегузаронем, мо албатта фонашро камтарак соягӣ метиҳем. барои тарафи асосии кубро аз пушт ҷудо кардан метавонем камтарак соягиро дар инҷо нишон диҳем. ҳангоме ки мо штрих мезанем, мо метавонем хати асосиро бо воситаи штрих барорем. штрихҳо ҳамчунин ба воситаи 45 градус баръакс хатҳои нолозимаи пур карда мегирем. ин буд дарси аввали мо, тасвири куб.